سلام، شما صدای باریش ساسی رو میشنوید. بیایید با هم برگردیم به قرن نهم هجری به تبریز. تصور کنید شهری رو که قلب تپنده فرهنگ و هنر در قلمرو قرقیونلوهاست. خب، درست در همین فضا پادشاهی روی تخت نشسته که یک دست شمشیره و دست دیگرش قلم، کسی که هم حکومت میکرد و هم روح یک ملت رو به تصویر میکشید. این داستان جهانشاه حقیقیه. برای شروع فقط به این بیت گوش کنید. عمیق و پر از معناست، نه؟ این کلمات از دهان یک پادشاه بیرون اومده. یعنی قبل از اینکه اصلا بخوایم از تاج و تختش حرف بزنیم، با روح فیلسوف و شاعرش روبرو میشیم. خیلی ساده میگه ببین، به این دنیای فانی که مثل باد میگذره نمیشه تکیه کرد. پس به جای اینکه فقط بشینیم و سرنوشت رو تفسیر کنیم، باید با شور و حال زندگیش کنیم. خب این پادشاه کی بود؟ ابوالمظفر جهانشاه قرقیونلو، مردی که با شمشیرش قلم رو به خودش رو اداره می‌کرد، اما حقیقت درونش رو، اون چیزی که واقعا بهش باور داشت رو با شعر بیان می‌کرد و دقیقاً به همین دلیله که تخلص حقیقی رو برای خودش انتخاب کرد. یعنی کسی که حقیقت رو میگه. این دوگانگی شخصیتش واقعا شگفت انگیزه. یه لحظه فکرش رو بکنید. حاکمی که توی میدون جنگ داره ارتش رو فرماندهی میکنه، همون آدم توی خلوت خودش میشینه و با ظرافت تمام غزل میسرایه. اون تونست قدرت سخت و خشن سیاسی رو با یه حساسیت عمیق هنری ترکیب کنه. راستش همچین ترکیبی توی تاریخ خیلی کمیابه. اما داستان اینجا جالب‌تر میشه. میدونید برای قرن‌ها این میراث بزرگ شاعرانه تقریباً فراموش شده بود. انگار که شعرهای جهانشاه توی سکوت و گرد و خاک آرشیف‌ها گم شده بودن. تاریخ پادشاهی و جنگ‌های اون رو به یاد داشت، اما روح شاعرش رو انگار از یاد برده بود. تا اینکه سال 1954 از راه رسید. این سال واقعا یک نقطه عطف بود. یک شرقشناس برجسته به اسم ولودیمیر مینورسکی داشت توی موزه بریتانیا تحقیق می‌کرد که خیلی اتفاقی به یک نسخه خطی از دیوان اشعار جهانشاه برخورد کرد و یک دفعه صدای گم شده این پادشاه شاعر بعد از قرن‌ها دوباره شنیده شد. این جدول رو نگاه کنید. قشنگ نشون میده که میراث اون چقدر گسترده بوده. از لندن گرفته تا ایراوان و تهران نسخه‌های خطی اشعارش پیدا شده. هر کدوم از این نسخه‌ها فقط یک کتاب قدیمی نیستن، یک سند محکم هستن که نشون میدن چطور شعر و سلطنت میتونن در وجود یک نفر به هم گره بخورن. این یعنی نفوذ فرهنگی اون خیلی فراتر از مرزهای سیاسیش بوده. جهانشاه یک استعداد واقعا نادر داشت. اون یک شاعر دو زبانه بود، یعنی هم به فارسی و هم به ترکی که دو زبان ادبی اصلی اون دوران بودن تسلط کامل داشت و فقط مسلط نبود، در هر دو زبان به زیبایی شعر میگفت. حالا اینجا نکته واقعا جالب رو ببینید. در شعر فارسی انگار شاگرد مکتب بزرگانی مثل مولوی و حافظه، کاملا عرفانی و عمیق، اما در شعر ترکی راه شاعرانی مثل نسیمی و فضولی رو دنبال میکنه. این نشون میده که اون فقط شعر نمیگفته، بلکه روی دو دنیای کاملا متفاوت ادبی تسلط داشته. به این بیت ترکی گوش کنید. ای سر زلفی تو کمندی بلا، سوره والشمس یوزون آیتی. یعنی ای کسی که سر زلف دامی از بلاست و چهرت آیه‌ای از سوره خورشیده. ببینید چقدر زیبا با تصویرسازی و استعاره‌های قرآنی یک فضای عرفانی و عاشقانه درست میکنه. و حالا بریم سراغ شعر فارسیش. اینجا ارادت عمیقش به مولوی رو حس میکنید. اون مثنوی معنوی رو شرح ذکر ابدی و جان معنا میدونه. جالبه بدونید که جهانشاه مولوی رو شیخ المحققین، یعنی استادان تحقیق مینامید و خودش رو مرید اون میدونست. اما فکر نکنید این علاقه به شعر فقط یه سرگرمی شخصی برای جهانشاه بوده. نه، اصلا برای اون شعر چیزی فراتر از هنر بود. یک ابزار بود، ابزاری برای دیپلماسی، برای تبادل اندیشه و حتی برای بیان درگیری‌های تلخ خانوادگی. این حرکتش فوق‌العاده مهمه. تصور کنید پادشاه تبریز، یعنی قدرتمندترین فرد قلمرو، دیوان شعرش رو برمی‌داره و برای بزرگترین شاعر اون زمان در هرات یعنی جامی میفرسته. این یک نامه‌نگاری روشنفکرانه بین دو پایتخت فرهنگی بزرگ اون دوران بود. انگار یک پل از شعر و معرفت بین تبریز و هرات ساخته شد. خب جواب جامی چی بود؟ فوق‌العاده. جامی با اهتمام کامل در یک شعر جهانشاه رو نه فقط یک پادشاه، بلکه یک پادشاه دانش‌مآب و عرفان پناه نامید. این فقط یک تعارف ساده نبودا، این یک مهر تایید بزرگ از طرف مهمترین شاعر اون دوران بود که میگفت بله، جهانشاه یک شاعر جدی و بزرگه. اما شعر همیشه پیام‌آور صلح و دوستی نبود. داستان ما اینجا به یک نقطه خیلی دراماتیک و غم‌انگیز میرسه. مشاعره بین جهانشاه و پسر شورشیش پیربداغ در سال 1465 میلادی. جانشاه در قالب یک بیت شعر هم به پسرش التماس میکنه و هم بهش دستور میده. میگه ای جانشین من، از راه مخالفت برگرد، شمشیرت رو زمین بنداز چون من خورشیدم. ببینید چطور قدرت شاهانه رو با یک استعاره شاعرانه ترکیب کرده. و جواب پسرش به همون اندازه شاعرانه و البته سرکشانه است. پیربداغ جواب میده در برابر من برای به دست آوردن پادشاهی این نقشه و خیال تو هنوز خامه. این یک جنگ واقعیه، یک دوئل خونین که با کلمات و در قالب شعر اتفاق میفته. و این گفتگوی شاعرانه پایانی تلخ و خونین داشت. این نبرد بین قدرت و احساسات که از طریق شعر بیان شد، آخرش به مرگ پیربلا ختم شد و همین اتفاق پایه‌های حکومت قاره‌گویونلوها رو سست کرد و زمینه سقوطشون رو فراهم کرد. پس بیایید از جنگ و سیاست کمی فاصله بگیریم و تمرکزمون رو بذاریم روی میراث واقعی و ماندگار جهانشاه، چیزی که خیلی فراتر از حکومت نظامی و سیاسی اون بود. چون نکته اصلی دقیقاً همینه. این فهرست به زیبایی نشون میده که میراث واقعی اون چیه. اون یکی از غنی‌ترین کتابخانه‌های تبریز رو تأسیس کرد، از دانشمندانی مثل جلال الدین دوانی حمایت کرد و مهمتر از همه اون شاهکار معماری بی‌نظیر یعنی مسجد کبود تبریز رو ساخت. اینها آثاری هستند که حتی بعد از نابودی امپراتوریش هنوز هم پابرجا موندن. و همه اینها ما رو به یک سوال اساسی میرسونه، سوالی که کل این داستان رو خلاصه میکنه. در نهایت از یک حاکم چی باقی میمونه؟
تاج و تخت و قلمرو یا کلمات و آثاری که خلق میکنه؟ داستان جهانشاه حقیقی به ما نشون میده که گاهی وقتها یک بیت شعر میتونه از یک امپراتوری بزرگ ماندگارتر باشه. من حسین علی محمدی هستم و خوشحال میشم نظرات، دیدگاه‌ها و پیشنهادهای خودتان را با ما در میان بگذارید. کمک کنید صدای باریش سسی را به گوش دوستانتان برسانید. باریش سسی سیزین سسی نیز.